فکر میکنی هر تفاوتی تو کسب و کار یه تمایز عالی به حساب میاد؟ نه لزوما. سلام، عرض ادب، وقتتون بخیر باشه. بذارید با یه مثال شما فرض کنید رفتید داخل یک کافی شاپ و قهوه‌های این کافی شاپ داخل یک سری لیوان‌های کریستالی خاص سرو میشه. آیا شما به عنوان یک مشتری حاضرید بابت این تفاوت پول بیشتری پرداخت کنید؟ اگر شما تونستید تفاوتی ایجاد کنید که ارزش واقعی برای مشتری ایجاد کنه، اون موقع میشه یک تمایز. اما یه نکته مهم، شما باید اینو در نظر بگیرید که آیا این تفاوت برای مشتریان بازار هدف شما متمایز هست؟ اینطوری بگم، آیا اصلا قدرت خریدش رو داره مشتری بازار هدف شما بابت این تفاوت، یا براشون ارزشمند هست؟ پس دفعه بعدی که خواستی برای خودت یه تفاوت تو کسب و کارت ایجاد کنی، اول از خودت سوال بپرس که آیا این تفاوت برای بازار مشتریای هدف شما یک ارزش واقعی وجود داره یا نه؟ برام کامنت بذار که تو کسب و کارت چه تمایزهایی ایجاد. ارادت.